بسم الله الرحمن الرحیم. ایگه پارا روز قبل کار کردیم، معلومات راجع به HTML بود. HTML introduction که راجع به تگای HTML، راجع به اینکه HTML چه قسم یک پروگرام است، البته پروگرامینگ لنگویج است یا کدام اسکریپتینگ لنگویج که ما گفتیم یک لنگویج است برای دسکرایب کردن وب پیج که اینگه پا درش وجود داشت که اختصاریش بود و یک مارکاپ لنگویج است. به این شکل گفتیم استاتیک وب سایت ها رو میتونیم توسط HTML بسازیم. و HTML چرا گفتیم ستون فقرات وب سایت است؟ به خاطر که اگر تو جاوا اسکریپت کار میکنی، اگر تو CSS کار میکنی، اگر تو مثلا PHP کار میکنی، تا وقتی که کدای HTML یاد نداشته باشی نمیتونی که اونا را کار کنی، چون HTML در داخل از اونا کار میشه. یعنی اول تو مثلا استراکچر وب سایت میسازی، بعد از باز لیاوتش که CSS میدی، که یعنی اول باید HTML کد استفاده شده باشه که باز توسط CSS هم کد رو براش لیاوت بدی، شکل بدی، یا از طریق جاوا اسکریپت یا PHP و غیره. خب این اینتروداکشنش بود که روز قبل دیدیم. بعضی تگ‌ها رو در اینجا استفاده کردن، مثلا تگ هیدینگ است و اینا هر کدامش المنت ها است. مثلا در حقیقت اینمی یک تگ HTML یک المنت میگن که اینا روت المنت ها است. روت المنت چی معنی میده؟ یعنی اون المنت هایی که تکرار نمیتونه باشه. یعنی اینمی تگ HTML، تگ بادی، تگ هید، تگ تایتل، اینا رو که نوشته میکنیم، این تگ ها نمیتونه دیگه تکرار شه. یعنی یک بار که من تگ HTML نوشته کنم، تگ HTML دوباره نمیتونم نوشته کنم. ولی المنت هایی که روت المنت نیست یا بادی المنت است، اونا را 100 بار میتونید نوشته کنید. مثلا h1 یا heading 1، اینمی heading 1 برای این عنوان میتونید استفاده کنید، برای 100 عنوان دیگه میتونید استفاده کنید. ولی این HTML که یک بار نوشته کردیم، یعنی محیط برای براوزر فهماندیش یا اینمی صفحه اینمی پیج اینترنتی رو که تو جور کردی، این برای براوزر معرفی کردی که کد از HTML است. پس این وقتی که اینترپریت میکنه، یعنی به شکل زبان HTML را یعنی قبول میکنه و اینا اینترپریت میکنه. پس یا روت المنت ها بود HTML و بادی که اینا یک بار یعنی نوشته میشه و این حد اقل نوشتن کد برای به وجود آوردن یک صفحه اینترنتی اینمی اندازه است. HTML بادی هید و تایتلش ضرور نیست که نوشته کنید، یعنی در وب سایت های واقعی ضرور است باید نوشته کنید، ولی اگر نوشته نکنید فرق نمیکنه. خب این گپای بود که روز قبل سرش گپ زدیم. خب HTML گریستار اینجا ببینیم که کدام گپای دیگر رو برای ما گفته. اینا چون موضوعات های ساده است، به خاطر از اینکه بیخی تشریح نکنیم یک ریویو رو سرش میریم. درست است؟ کدام چیز برای شما ناشنا نمی‌کنم. این گپای بود که با چه چیزا ضرورت داریم. ما گفتیم به ادیتور و با کدام سرور و با کدام وبسایت، برای اینکه ما کدای HTML استفاده کنیم ضرورت نداریم. یا هم شامل هم گپای دیروز روز قبل بود. در HTML بیسیک که ببین اینجا دیگه کدای اصلی خود HTML است که مثلا H1 برای چی استفاده میشه؟ برای هیدینگ دادن. اگر بخوایم نوشته ما یک هیدینگ داشته باشه، چند هیدینگ ما در مجموع در کدای HTML داریم؟ 6 هیدینگ میتونیم استفاده کنیم. مثلا میایم یک صفحه اینترنتی، یک پیج با وجود میاریم، اینجا نوشته میکنیم که تگ مثلا HTML و دوباره تگ HTML رو بسته میکنیم. تا اینجا التش ندادم به خاطر نمیشه. این نوت پلاس پلاس هم بسیار خوب یک سافت‌ویر است که چرا میشناسه، سنتکس ها رو میشناسه، کد ها را، کیورد ها را میشناسه. مثلا HTML فهمید که کیورد است، به این رنگ آوردش. خب یک چیز دیگه که ضرورت داریم تگ بادی. هیدا گفتیم ضرورت اگر نوشته کنید فرق نمیکنه، اگر نکنید بازم فرق نمیکنه، ولی در وب سایت های واقعی باید شما نوشته کنید. ما چند چیز داریم، 6 هیدینگ داریم. اینجا برای ما هیدینگ بله بادی رو باید کلوز کنیم. تگ بادی ببین H1 تا H6 اینجا نوشته میکنیم تگ H1 و در اینجا نوشته میکنیم مثلا H1 نوشته میکنیم H1. دوباره پس تگ H1 رو کلوز میکنیم. تگ H1 دوباره پس کلوز. اینه میره در اینجا کنترل دی میگیریم. کنترل دی و کنترل دی. اینی رو میگیریم H2 مثلا H2 اینو میگیریم H3 H4 H5 H6 تا 6 هیدینگ میتونیم استفاده کنیم. خب این هیدینگ 1 شد، این هیدینگ 2 میگیریم، این هیدینگ 3 هیدینگ 4 هیدینگ مثلا 5 اینم هیدینگ شد برای اینکه یک مثال از خودش کار شد. خب اینم هیدینگ 6 هیدینگ 5 هیدینگ 4 هیدینگ 3 هیدینگ 2. این رو سیو میکنین با کدام فرمت؟ HTML. این میایم فایل
در کجا فعلا ذخیره شده؟ در روی دسکتاپ با نام index.html. اولین پیج یا اولین صفحه یک وبسایت شما که دیزاین میکنیم باید با نام index او را ذخیره کنیم. چرا؟ حالا میبینیم که یعنی چرا ضرورت است که ما با نام index این را ذخیره کنیم. شما وقتی که نوشته میکنید www.google.com مستقیما همون صفحه اول وبسایت یا صفحه ایندکس وبسایت یا فرست پیج وبسایت گوگل براتون باز بشه که باز از اون طریق شما میرین به صفحات دیگه گوگل. خب این فعلا در این دسکتاپ است. میم سرور چی رو روشن میکنیم؟ سرور زامپ. ما یک سرور مجازی داریم، یک سرور اپاچی است. باشه سرور اپاچی است، یک وب سرور مجازی است که آن میکنیم برای اینکه بتونیم به شکل لوکال هاست وبسایت خود براوز کنیم. خب میریم در براوزر. اینجا میشه که از این براوزر استفاده کنیم، میشه که از کدام براوزر دیگه استفاده کنیم. خب اینجا نوشته میکنیم local host slash چیز نوشته کنیم /index.html. خب ببین خب اینو میبینیم که در کجاست. اینجا به نام index.html. خب اینجا باید چی نوشته کنیم؟ http://localhost /index.html. خب این رو باز نمیکنم، این رو باید ببریم در یک دایرکتری میشه که این رو مثلا در درایو سی ببریم. یک باری رو چی کنیم؟ این رو معرفی کنیم به براوزر کروم. خب ببین این را به این شکل برای ما نشان میده. H1, H2, H3, H4, H5, H6. ولی 6 هیدینگ است. این برای عنوان استفاده میشه. این کدام عنوان کدام هیدینگ میدی، کدامش مثلا هیدینگ 2 میدی یا هیدینگ 3 میشه استفاده کنیم. این 6 هیدینگ بود. اگر تو اینجا هیدینگ 7 بدی، مثلا من اینجا کنترل دی میگیرم، این را هیدینگ 7 میگیرم. هیدینگ 7 کار نمیکنه چون 6 هیدینگ با دیفالت HTML هست. ببین اینجا هیدینگ 7 که من نوشته میتونم اینا رو سعی کنم 6 به این شکل نشون داده، یعنی شکل کیورد شناخته، ولی 7 نشناخته. چرا که هیدینگ 7 وجود نداره، فقط 6 هیدینگ داره. این از بحث هیدینگ ها در HTML بود. حالا میشه که تو اینجا اگر ما نوشته کنیم مثلا افغانستان جای چه نوشته کنیم، میشه که مثلا افغانستان یک کنترل اس سیوش کو اینجا بیاریم که یک بار چی کنیم، آل دی رو میزنیم بعد انتر میزنیم ذره تفکش میشه. اینجا هست صحیح نیست؟ ایران کلوز میکنیم، میریم وبسایت رو باید کلوز کنیم، وبسایت دبلیو اسکو. این از H1 یا هیدینگ شما میتونید در وبسایت های از هیدینگ استفاده کنید. در حقیقت اونمو عنوان یا استایل برای چیز میگیرید، برای اینمی نوشته میتونید یک استایل بدید. خب HTML است، HTML ببین get start و بیسیک بکنیم. نه هیدینگ وان، هیدینگ تو، هیدینگ سه یا موضوع هیدینگ ها بود. اینجا پایان میایم ببین دیگه چی است؟ HTML پاراگراف. این تگ پاراگراف از هر کدام اینا یک تگ است. مثلا H1 یک یا هیدینگ 1 هیدینگ 2 اینا هر کدامش یک تگ است. حالا تگ پاراگراف است. تگ پاراگراف ببین که چی قسم کار میکنه، چی معنا میده. میریم در پروگرام ورد یک چند پاراگراف متن میاریم. از یک کپی میگیریم برید پیست میکنیم. خب این هیدینگ ها را خود دیگه ضرورت نداریم. صحیح؟ اینا را پس میکنیم، میشه که یام باشه. این در اینجا پیست میکنیم، کنترل وی پیست کنیم. این را سیو میکنیم، میریم در براوزر و اینمی صفحه index.html که آلت دی میکنیم. خب متن را که ما نوشته میکنیم برای از اینکه متن خود را پاراگراف بندی کنیم، حالا سعی کنیم جایی که یک نقطه مانده شده یک پاراگراف معنا میده. متوجه هستی؟ این یک نقطه مانده شده، میبینید که یک نقطه دیگه مثلا اینجا مانده شده. این خو ما فعلا در ساحه بادی نوشته کردیم، ولی اگر بخوایم متن خود را مثلا پاراگراف بندی کنیم، صحیح؟ مثلا یک نیوز، یک خبر از در وبسایت خود میخوایم نشان بدیم، حالا که خبر رو نشان میدی پس این بعد پاراگراف بندی بکنید دیگه. حالا چه قسم پاراگراف بندی میشه؟ اینجا تگ پاراگراف داره. پس تگ پاراگراف با کدام شکل؟
باید استفاده شود. تگ پی شروع، ببین اینجا مثلا پی، تگ پی شروع داخلش پاراگراف میاد، دوباره تگ پی ختم. در جایی که تگ پی را ختم کردی این اتومات همون قسمت یک بریک هم اضافه میکنه، بی آر، یک بی آر اضافه میکنه تا اینکه متن قبلی را بشکنه. این تگ پاراگراف است، بسیار ساده به شکل استفاده میشه. حالا میشه که اینجا بیایم مثلا من میگم پاراگراف ما از اینجا شروع شد، از اینجا. پس پاراگراف اول که از اینجا شروع شد اینجا نشته میکنیم تگ پی شروع، پاراگراف شروع شد. تا کجا ختم میکنیم پاراگراف؟ اینجا ختم شد نه؟ پس اینجا پس نشته میکنم تگ پی ختم. تگ پی را پس کلوز میکنم. یک پاراگراف شد. حالا میایم پاراگراف دیگر. مثلا پاراگراف دیگر از اینجا شروع میکنم. صحیح است؟ تگ پی شروع، دوباره تگ پی را مثلا این قسمت ختم میکنم. تگ پی پس ختم. همین دو پاراگراف میگیریم. این کنترل اس سیو میکنیم، میریم در براوزر و صفحه ایندکس آلت دی انتر. حالا ببین پاراگراف بندی شد. یک پاراگراف، دیگه پاراگراف. و فاصله بین پاراگراف ها رو منظم در اینجا گرفته. حالی که متن تا به هر شکل تو پاراگراف بندی میکنیم میشه استفاده کنیم. پس تگ پی برای ما متن پاراگراف بندی میکنه. خب این از پاراگراف. این خب فعلا که شما در استفاده میکنین به این شکل از کدای استیبل استفاده میکنین، این خب قدر براتون یعنی معنا نمیده. یکی خب برای ما نشان میده که ما متن خود پاراگراف بندی کردیم، ولی در CSS وقتی کار میکنین بازار پاراگراف میشه برای یک استایل خاص بدین. مثلا برای پاراگراف هایتون نام میدین، پاراگراف اول، پاراگراف دو، یا مثلا کلاس ها را تعریف میکنین یا آیدی میدین که پاراگرافی که آیدیش یک است، پاراگرافی که شامل مثلا اینی کلاس است، باید اینی قسم یک استایل، اینی قسم یک رنگ با خود بگیره. در اونجا باز این پاراگراف ها بعد نام میخوره، یعنی در کدای CSS، در زبان CSS. پس این بود تگ پاراگراف. بعد از این HTML لینکس است، یعنی تگی که میتونه یک لینک برای ما با وجود بیاره. حالا لینک میتونه با یک وبسایت باشه، لینک میتونه با یک فایل باشه، لینک میتونه مثلا با ویدیو، عکس، در کل با یک صفحه اینترنتی، با یک پیجی که خود ما دیزاین میکنیم، یا یک صفحه مثل گوگل، یک وبسایت مثل گوگل یا وبسایت دیگه باشه. در کل از این طریق ما میتونیم یک لینک ایجاد کنیم. این لینک میتونی گفتیم با یک وبسایت ایجاد کنیم، فعلا یک وبسایت http://www.wtrischool.com یک وبسایت تکمیل است. حالا یعنی یک لینک میتونی ایجاد کنی که هر وقت سر اون لینک کلیک شد یک وبسایت دیگه براتون باز. شما وبسایت ها رو زیاد دیدین، سر یک لینک کلیک میکنید دیگه سایت برات باز میشه. در حقیقت اونم از اینمی طریق لینک داده میشه. این لینک میتونی با یک پیکچر بدی، با یک فایل داخل کامپیوترت بدی، یعنی در کل با هر شکل فایل یا با هر وبسایت میتونی لینک ایجاد کنی. خب شکل کلی از چه قسم است؟ تگ A را شروع میکنین، تگ A فاصله href مساوی بر دبل کوتیشن. داخل دبل کوتیشن یا آدرس نسبی میتین یا آدرس مطلق میتین، یعنی یا آدرس ریلیتیو یا آدرس ابسولوت میتین. نسبی و مطلق. این نسبی چی معنا میده و مثبت مطلق چی معنا میده؟ البته در آدرس دهی فایل اگر بگیم در وبسایت نی، در کدام اینا یک سایت است دیگه. سایت اگر لینک میدی به این شکل، اگر کدام فایل لینک میدی به کامپیوترت بازو به دو شکل صورت میگیره، یا نسبی یا مطلق. مثلا با کدام شکل؟ تگ HTML ساده نوشته میکنیم، زیاد دفعه دیگه زیاد نوشته میکنیم. تگ HTML شروع، دوباره پس تگ HTML ختم میکنیم و تگ بادی هم میگیریم برش، تگ بادی و دوباره تگ بادی را بسته میکنیم. خب میخوایم یک لینک ایجاد کنیم با یک تصویری که در کامپیوتر هم است یا با یک فایل، هر فایلی که شما مثلا خواستید. فرض کو این یک تصویر است، این یک تصویر است. میخوایم یک لینک ایجاد کنیم در وبسایت خود که هر وقت سر اونمون لینک در وبسایت ما کلیک شد اینی تصویر باز شد. خب در این تصویر چند چیزش برای ما مهم است. یکی آدرس از تصویر که فعلا در کجاست و دیگه نام این تصویر با فرمتش. خب این را رینیم میکنیم، مثلا اینجا نوشته میکنیم که default.png. خب آدرس از این در کجا است؟ آدرس از این اگر ببینیم فعلا در این دسکتاپ هست ولی در یک دایرکتوری است، در یک فولدر است. در درایو سی، در فولدر یوزرز، در فولدر این یوزر خودم است و در دروی دسکتاپ هم یک فایل است به نام default کجا شد؟ default.png. پس اینی آدرس ما ضرورت داریم. اینی آدرس چی میگن؟ آدرس مطلق میگن. اینجا منتها نام فایل هم باید نوشته کنیم. این نوشته کنیم که default.png. اینی رو میگن آدرس مطلق.
یعنی این اگر تو از اینجا کپی گرفتی دلت اگر بینمی شکل نوشته کردی بازم داره صحیح نیست بر دو شکل میشه ولی این سیستم خوبی زیاد داره یعنی حالا میبینیم که خوبیش باز چی است این سیستم خوب است این را آدرس دهی مطلق میگن خب اینجا تگ ای را باز میکنیم href مساوی به دبل کوتشن اینجا مو آدرس میدیم خب این پیکچر در کجا است در درایو سی یوزرز اینی یوزر در دسکتاپش اینی نامش و فرمتش دبل کوتشن تگ بسته میکنیم صحیح نیست آیا این تگ ای پیر است یا سینگل یعنی آیا این تگ ای که باز شد در اینجا تگ ای باید پس بسته شود در اینجا به شکل نشته کنیم که تگ ای بسته صحیح نیست ببین راجع به اینکه کدام تگ پیر است کدام تگ سینگل است یعنی کدام تگ که ما باز کردیم پس ضرورت به بسته کردن داره کدام تگ که ما باز کردیم پس ضرورت به بسته کردن نداره اینجا فقط یک تکنیک است که باید در نظر بگیریم اگر یک تگ ما باز میکنیم یک تگ اگر باز میکنیم صحیح نیست مثلا تگ پاراگراف باز کردم اینجا مثلا نوشته میکنم this is a sentence و تگ پیر دوباره پس بسته صحیح نیست تگ پیر پس بسته کردم اینی تگایی که و اگر باز شد و این تگ از خود کانتنت داشت محتویات داشت او تگ پیر است پیر به چی معنی که جوره است باید پس بسته شود اگر یک تگ باز کردین و او تگ یعنی کانتنت نداشت محتویات نداشت در اون صورت او تگ پیر نیست آیا ما ضرورت دارم برای اینمی تگ یعنی href تگ ای که یک لینک برای ما وجود میره کدام چیز کنم یعنی کانتنت نوشته کنم ببین اگر این را ضرورت داریم که نوشته کنیم اگر نوشته نکنیم ببین که چی مشکل به وجود میاد خب ما این را پاک میکنم این را کنترل اس میریم به براوزر این را آلت دی حال چیز نشان میده برام نشان نمیده چرا با وجودی که ما لینک در اینجا به وجود آوردیم ولی بازم نشان نمیده برام خب در اینجا چی میکنیم شما یک متن نوشته میکنیم صحیح مثلا میگم click here to open هر چی که نوشته کردیم این را کنترل اس سیو میکنیم حالا میریم در وبسایت خود دوباره کنترل آلت دی ببین اب متن اینجا برام نشون داد پس در حقیقت کانتنت داره یعنی اینجا چی است اینی کانتنتش است این کانتنت داره پس اینمی تگ ای پیر است پیر به این معنی که جور است اگر بازش کردی باید پس بستش کنی اینا رسایی که در وبسایت ما خودت یک چیز شد یک لینک به وجود آمد حالا من لینک کلیک کنم با وجود کلیک کردم پیکچر برام باز عکس باز کنی اینجا اگر ما بک بیم بستم لینک بیم اگر ما پس رسی کلیک کنم باز پیکچر برام باز توجه شد این یک لینکی بود که ما از طریق آدرس دهی مطلق به وجود آوردیم آره آدرس دهی نسبی به کدام شکل میشه بینمی سیستمی که ما داخل یک دایرکتری میشیم مثلا فعلا داخل درایو سی هستیم اگر برم داخل یوزرز برم داخل فولدر یوزر و روی دسکتاپ بریم حالا آدرس ما به کدام شکل تایپ شده ببین درایو سی باز بکورد سلش فولدر یوزر بکورد سلش اینی فولدر این چی معنی میده یعنی در درایو سی اینی بکورد سلش کرده یعنی در داخل فولدر یوزرز در داخل فولدر یوزرز دیگه یوزر است بینی نام یک فولدر است داخل اینی فولدر باز در این فولدر داخل یک فولدر دیگه بینی نام اینه طور معنا میده پس آدرس دهی که میکنین در یعنی در اپراتینگ سیستم در ویندوز به شکل بکورد سلش میشه ولی در اینترنت که شما آدرس دهی میکنین او به شکل فورورد سلش میشه چه قسم اینجا میبینید سلام اینجا چی نوشته است فایل باز /c/user این یوزر متوجه هستید یعنی شما وقتی یک صفحه اینترنتی را مثلا نوشته میکنید www.google.com/image یعنی از سایت گوگل برای ما ایمیج ها رو بیار اینی سلش تو که است // است این پای بسیار کلیدی است یا بعد بخور است برای خوب مطلبش بگیرید پس من اینجا یک پیکچر لینک دادم این لینک از را به شکل آدرس دهی مطلق استفاده کردم حالا اگر این پیکچر یعنی پیکچری که در روی دسکتاپ است صفحه اینترنتی را که به نام index.html ما ساختیم این فعلا در روی دسکتاپ است و یک هم در روی دسکتاپ است درست است نه یعنی هر دوی از داخل یک دایرکتوری است داخل یک فولدر است در این صورت ضرورت نیست که شما چی کنین یعنی شما به این شکل آدرس دهی مطلق استفاده کنین اینجا میتونید ساده به این شکل هم استفاده کنید مثلا اینجا ضرورت نیست که نوشته کنید سی یوزر اینی چیز این قدر گپ ضرورت نداره که نوشته کنید اینجا فقط نوشته کنید default.png چرا داخل یک دایرکتوری است این میشناسن
default.png داخل یک دایرکتوری است. این اگر من سیو کنم حالا بیایم در اینجا alt d انتر. اینو ببین ما رفرش میکنم سفر رفرش کردم اینجا کد اگر ببینید در کد ما تغییر دادم. بیشتر آدرس مطلق بود فقط آدرس چی است؟ دیفالت است. اینا اگر ما بیایم اینمی صفحه خود باز کنم این سر لینک کلیک کنم باز عکس کنم باز میشه. عکس باز شد. ولی اگر اینمی تصویری که در اینجا است اینو ما داخل یک فولدر بردم. اینجا می یک فولدر جور میکنم یک فولدر برام تست. در این فولدر تست این تصویر من مندازم. این تصویر آوردم داخل فولدر تست انداختم. صحیح نیست؟ فولدر تست باز کنید تصویر فعلا درش هست. ولی این تصویر ما در لینک خود اینجا معرفی کرده بودیم. صحیح نیست؟ صحیح. این در لینک ما معرفی کرده بودیم. گفتیم که یک لینک ایجاد کو با default.png و متنش هم این چیز. اگر من اینو سیو کنم حالا بیایم در صفحه خود و یک بار رفرش کردیم. اینا اگر من سر از کلیک کنم آیا او عکس برام باز خواهد شد؟ عکس باز نمیشه. چرا؟ که ما دایرکتوری از او عکس تغییر دادم. چطور کنم که اینا باز اونم عکس ما باز کنم. یعنی به یک شکل باید آدرس از او را ما در اینجا در وبسایت خود معرفی کنم که هر وقت سر اینی لینک کلیک شد اون تصویر برای ما لود شود گرفته شود از کدام فولدر از کدام آدرس. اگر آدرس مطلق استفاده کردی در اون صورت مشکل نیست به شرطی که آدرس اونمو در جایی که تصویر از قبل بوده رو تغییر ندید. حالا ما میگیم که این داخل چی است؟ داخل مثلا یعنی در دایرکتوری که خود اینمی فایل موجود داره خود اینمی وبسایت وب پیج ما در حقیقت اینمی فایل اینمی وب پیج را که ما ساختیم برام ایندکس است در حقیقت خود از یک فایل است دیگه. اگر من اینو تونستم کپی کنم تونستم مثلا اینجا سنتو کنم کات کنم در حقیقت یک فایل است. اگر فایل نباشه خب ما اینو نمیتونیم کپی پیست کنیم. نه این یک فایل است. حالا که یک فایل است این فایل در دایرکتوری دسکتاپ وجود داره و لینکی که در اینمی فایل یا در اینمی فایل وب در اینمی وب اپلیکیشن یا در اینمی وب پیج به وجود آمده اون لینک یعنی از تصویری که به وجود آمده داخل این فولدر است. پس چطور این آدرس برش میدیم؟ خب اینجا نوشته میکنین /backward/ نه در داخل فولدر در داخل کدام فولدر اینجا میشه که آدرسش رو برش درش کنیم. مثلا در این دسکتاپ در فولدر است به نام چیز فولدر است به نام تست بود نه تست سلش در داخل تست یک فایل است به نام default.png این کنترل اس سیو میکنیم یک بار اینجا میریم w از اینجا بک میشه یک بار رفرش میشه که اینجا کلیک کنید حالا سرزی کلیک کن باز کردن این چند قسم آدرس دهی شد یعنی را میگن آدرس دهی نسبی. آدرس دهی نسبی چی را میگن؟ یعنی هم اینمی صفحه اینترنتی ما هم اینمی وب پیج را که ما دیزاین کردیم در اینمی دایرکتوری وجود داره و هم فایل را که ما در این وب پیج استفاده کردیم ما به وجود داره. خود همین سایت دبلیو اسکول برات نشان میدیم اینجا متوجه باشید. سایت دبلیو اسکول اگر باز کنیم سرچ کنیم سایت دبلیو اسکول این سایت اینا قدر فولدر است نه اینا قدر فولدر است ولی یک صفحه ایندکسی داره اینجا متوجه باشید به نام دیفالت است صفحه ایندکسش به نام default.html دیگه اینجا فولدراش هست. دی فولدرها مثلا عکس‌ها رو آورده ببینید wc اینجا ببین اینا قدر فایل‌های دیگه در اینجا هست. هر کدوم ببین فایل هست. متوجه هستید؟ یعنی اینجا یک تصویر ما آورده ببینید که تصویر چی است. این تصویر است. شاید در کدام بتن استفاده کرده باشه کدام قسمت اون صفحات هست مثلا صحیح نیست. اینجا ببین اینا کل داخل فولدر است. پس هر لینکی را که به حساب در این سایت با وجود آورده از اینمی طریق آدرس دهی به وجود آورده یا آدرس دهی مطلق یا آدرس دهی نسبی که ارزش کار کردیم. آدرس دهی نسبی چی معنی میده؟ گفتم هم صفحه وبسایت ما هم صفحه وب پیج ما در این فولدر است و هم همون فایل را که ما در وبسایت استفاده کردیم و هم در این فولدر است. پس در این صورت ما فقط نام اون وبسایت نام اون فایل را نوشته میکنم خلاص. مثل ازین که وبسایت ما خود در دسکتاپ است نه و عکس که برام default.png است هم در دسکتاپ است فقط نامش نوشته میکنم. این میگه آدرس دهی نسبی. اگر ما اومدم نوشته کردم درایو سی فولدر یوزر اینی فولدر اینی یوزر باز در دسکتاپش اینی فایل است این میگه آدرس دهی مطلق. این از آدرس دهی و ایجاد کردن لینک. حالا این لینک خب ما با فایل ایجاد کردم. این فایل میتونه عکس باشه میتونه مثلا ویدیو باشه ولی نام ویدیو با اکستنشنش. این فایل میتونه مثلا یک داکیومنت ورد باشه یا هر فایل دیگه باشه فرق نمیکنه. خب اگر ما
اینمی لینک پاس کنم یک لینک دیگر نوشته کنم که یک وبسایت برام باز شد. بگم مثلا هر وقت که من بالای این لینک کلیک کردم برای من سایت مثلا http://www.google.com برام باز شد. این سایت باز شد. درجه ایران نوشته کردم. یا چی شد؟ آدرس دهی مطلق شد بگنی. حالا اگر میخوای در داخل یعنی هر وقت که بالای از این کلیک کردی سایت گوگل خب برای تو باز میشه. میگم در سایت گوگل برای ما اونمو پیج را بیار که چیز بخش ایمیج گوگل رو میگم برگرد و در ایمیج گوگل مثلا میگم ایمیجای اینی نفر بیار صحیح این از این نفر ایمیجای شده یعنی مستقیما میره صفحه سایت گوگل رو باز میکنه داخل ایمیج میشه و اونمو بخش ایمیج که با این نام است پورا برام پیدا میکنه توجه هستی پس این چی میگم براش اینجا نوشته میکنم مثلا click here to open Google یک مسیج داشته open یک کنترل سیو میکنیم میریم در براوزر یک بار بک میریم alt D میزنیم تا اینکه کرسر بره در قسمت سرچ ایره سلکت کنم بعد از بیشتر که دیره پیش میشه اینا رو سرزی کلیک کنیم برای چی میگم unable to connect to the internet حالا خود سایت گوگل رو برات باز میکنه ولی با اینترنت کانکت نیست اگر کانکت میشه سایت اتومات برات باز میشه این لینک دادن با یک سایت حالا با هر قسم سایتی که باشه فقط اینجا نامش نوشته میکنی خلاص اگر من اینجا نوشته کنم مثلا google.com و بازم باز خواهد شد اینجا نوشته میکنم مثلا http را نوشته میکنم www.google.com این استاش ایمیل شون پاس میکنم این کنترل سیو میکنیم حالا میریم در صفحه alt D باز میکنه نه چرا باز نمیکنه یا مگه آدرس است دیگه ولی اگر اینترنت وجود داشته باشه اون HTTP و دو نقطه‌ش اتومات خودش میگیره چون او برای اینمی براوزر معرفی شده شما شاید فکر نشده باشه وقتی که تو یک وبسایت باز میکنی خود نشته نمیکنی که HTTP نشته میکنی www.google.com با مجرد که انتر کنی HTTP را خودش میگیره چون برای براوزر معرفی شده است یه از موضوع لینک سوال نیست دیگه؟ خب موضوع لینک یک مثال شکار کرده دوباره پس تگ ایره بسته کرده This is a link یک لینک است خب اینجا باز کدام نوت هم گفته The link address is specified in the href attribute یعنی اینمی لینکی را که ما ایجاد میکنیم با اتریبیوت چی ایجاد میشه؟ href You will learn about attributes in a later chapters of this این راجع به اینمی href میتونید در چطور گفتم معلومات بگیری که معلوماتش هست خب فقط ما فهمیدیم که href برای لینک استفاده میشه معلومات شما که چیز گفتم راجع به بخش راجع به ایمیج اینکه چطور مثلا با ایمیج یک لینک ایجاد کنیم تا اینکه ایمیج در صفحه براوزر ما نشان داده شود اینجا یک بخش داریم برای ایمیج در بخش ایمیج است که در این بخش یا این چپتر مکمل موضوع ایمیج با تفصیل تشریح میشه که اینجا لینک هم ما داریم که لینک ها با چند شکل است این لینک ها رو باز ما کار میکنیم فقط اینجا چون یک تگ لینک برای ما آورده بود به خاطر این تشریح کردیم اینجا یک چپتر به نام لینکس داریم که با سرش کار میکنیم دیگه ببینیم که اینجا چی گفته خب راجع به ایمیج گفته اگر بخوایم یک ایمیج در براوزر نشان بدیم یا در کل در وبسایت خود بخوایم یک ایمیج استفاده کنیم حالا که وبسایت ما استاتیک است ما مجبور که کل چیز خودمون معرفی کنیم از قبل اگر وبسایت داینامیک باشه هیچ چیز ضرورت نداره که معرفی کنیم او باز بعد از اینکه وبسایت جور شد باز میتونی که تو یک فایل مثلا معرفی کنی یک فایل اتچ کنی با وبسایت که تا وبسایت نمایش بدی مثلا پروگرام ورد که تو باز میکنی آیا در داکیومنت ورد از قبل کدام پیکچر ماندگی است نیست خب میری از انزل پیکچر میری وبسایت داینامیک هم عین یک معنا رو میده ولی استاتیک است ثابت است از قبل تو برش معرفی میکنی خب تگ ایمیج نوشته میکنی اینی کمند ایمیج است یا تگ ایمیج بگی این تگ ایمیج است و اینجا اتریبیوت چی است سورس است src سورس مشخص میکنی و آدرسش باز عین گپ است دلت که آدرس مطلق میدی آدرس نسبی برش میدی متوجه هستی اینجا باز ویت برش مشخص کرده ویت چی معنی میده یعنی عکس که در صفحه براوزرتون نشون داده شود با کدام اندازه نشون داده شود واحدش سایزش است واحد از اینکه با پیکسل است 104 پیکسل ویدش و هایدش هم این قدر پیکسل دوباره پس تگ ایمیج در اینجا بسته کرد تا خود تگ بسته کرده این میشه که خارج هم باز بسته کنه سیس که لازم در اینجا تگ ایمیج از خود این بسته کرده تا خودش
حالا میایم همین مثال کار میکنیم. خب اشرف خلاص شد. اینجا شرف هم دیدن مکمل. خب یک تگ ایمیج میگیریم. تگ ایمیج فاصله. خب ایمیج از کجا بگیره؟ اینجا باید سورسش مشخصه. سورس چی رو میگه؟ اسارسی. در کل ساینتکس عمومی HTML با کدام شکل است؟ تگ باز میکنی، بعد از اینجا چی میاد؟ تگ نیم میاد. تگ نیم میاد فاصله در اینجا دیگه چی میاد؟ مثلا اتریبیوت میاد. اتریبیوت چی رو میگه؟ مشخصه، صفت میاد. صحیح است؟ بعد از باز چی میاد؟ بعد از باز والیو میاد. مثلا دبل کوتشن والیو. دبل کوتشن. تگ است. متوجه هستین؟ این شکل عمومی چی است؟ ساینتکس عمومی HTML است. یعنی یاد کنید فکر کنید کد HTML یاد کنید. حالا ما تگ چی استفاده می‌کنیم؟ تگ ایمیج استفاده می‌کنیم. در تگ ایمیج آیا ایمیج از کجا میگیره؟ با سورسش مشخص شد. پس ایمیج نام تگ شد، تگ نیم. اتریبیوت چی میشه؟ اتریبیوت صفتش یا امو صفت در اینجا از سورس گفته میشه دیگه. سورسش کجاست؟ src. سورس مساوی به دبل کوتشن. از کجا سورس خود بگیره؟ اینجا آدرس درش بگیره. اینا رو میشه که از آدرس دهی مثلا مطلق یا نسبی استفاده کنیم. اینی پیکچر رو میخوایم باز کنیم. اینی پیکچری که داخل تست است. اینو باز کنه کجاست؟ اینجا در قسمت سرچ که کردیم برات نشون میده. میگه در فولدر یوزر این چیز اینجاست. در داخل فولدر تست کدام فایل است؟ فایل است به نام default.png. اینا کنترل سی کافی میکنه. در اینجا آدرسش معرفی میکنه. کنترل وی پیست. خب دوباره دبل کوتشن. پس یک فاصله تگ ایمیج در خودش بار بسته میکنه. تگ ایمیج در خودش. اینا کنترل اس میکنیم. نیم در براوزر. اینا alt D. حالا ببین بدون از اینکه مثلا کدام لینک کلیک کنم اتوماتیک برام نشان داد. ولی حالا این تصویر بسیار کلان است. کل صفحه وبسایت ما را گرفته دیگه. ما خودم میخوام که کلان باشه. کل صفحه وبسایت برام میگیره. حالا من برای این سایز تعیین میکنم. سایز چه قسم میشه؟ میگم اینی ایمیج سورسش این از اینجا گرفته شود. این استاتیک است به این خاطر معرفی میکنم. حالا میگم ویتش. پس اینجا معرفی میکنم که وید از ویدش واید مساوی با دبل کوتشن مثلا 200 پیکسل 200 px px چی معنی داره؟ پیکسل. و های رازی چقدر باشه؟ های رازی مساوی با دبل کوتشن مثلا 300 پیکسل باشه یا 200 در 200 مربع باشه. 200 px دبل کوتشن کنترل اس alt d. حالا سایز چقدر شد؟ خوش این در وبسایت ها به این شکل نشان داده میشه. خب که الاینمنتش به کدام شکل مثلا در مرکز بیاد، در این طرف بیاد، در پایان بیاد، در یک موقعیت مشخص که خودمون میگیم بیاد، باز موضوعات بعدی است سرش کار میکنه. خب این از یک مثال ایمیج که گفتیم بخش ایمیج در اونجا است، باز میشه مثالای بیشتر در اونجا سرش کار کنیم. یک مثال هست. خب از اینجا خلاص است، میشه که به نکست چپتر کنیم. اینجا کلیک کنید چپتر بعدی میاد، میشه که در اینجا بیایی سر المنت کلیک. element چی معنی میده؟ عناصر HTML. عناصر HTML چی است؟ تگای HTML است. An HTML element is everything from the start tag to the end tag. یعنی element های HTML که است start tag و end tag است. توجه یک تگ که شروع کردی دوباره پس تگ ختم میکنی. حالا یک element چی است؟ تگ P است. start tag به این شکل نشان داده میشه، end tag به این شکل نشان داده میشه. این گپای بسیار ساده است. خوب است که خوندی. این گپا برات آسان است. اینجا element content است که معلومات یعنی content element در اینجا نشان میده، در اینجا معرفی میشه. وقتی که تو تگ پاراگراف گرفتی در حقیقت کانتنتش در اینجا برش معرفی میکنی، دوباره پس تگ به شکل بسته میکنی. این مثالش بیشتر کار کرده. اشرف هم به همین شکل مثالش اینجا و این قسمت هم this is a link. امو متنی که سر از اون کلیک کردی با لینک برات باز شد، دوباره پس هم به شکل بسته میشه. و بیا رو ببین براکت است، نه بریک میکنه. این بریک باز کدام چیز برای خود نداره، کدام کلوزینگ تگ نداره، یعنی استارتینگ تگ یا اوپنینگ تگ داره ولی کلوزینگ تگ نداره. اینجا پایین HTML element syntax است. syntax یا شکل نوشتاری اینمی element های HTML به کدام شکل نوشته میشه. گفته که اینمی element های HTML که است یک استارت میشه with a start tag. یعنی an HTML element start
with a start tag. element های HTML با start tag شروع میشه با opening start tag or opening tag. ببینید اسلش داده یعنی opening tag. خب این که پس end میشه یا close میشه با end tag یا closing tag. این قانونش سینتکس هست، قانون است که باید در نظر بگیرید، غیر از کار نمیکنه. بعد از اون باز element content در بین قرار میگیره. اگر یک تگ استارت و اند داشت، یعنی تگ شروع و تگ ختم داشت، حتما در بین از تگ المنتش قرار میگیره، element contentش قرار میگیره. صحیح است؟ خب بعضی element ها میتونه empty content باشه. یعنی من اینجا تگ پاراگراف شروع کردم، پس تگ پاراگراف ختم کردم. در بین از اینکه اینی کانتنتش هست من نوشته نکردم. اینو چی میگن؟ empty content میگن. یعنی elementi که some HTML element have empty content. بعضی element های HTML است که empty است و content برش معرفی نمیشه. معرفی میتونیم ولی نمیکنیم. پورا میگن empty element empty content. به همین شکل close empty elements are closed and the start tag. صحیح است؟ اینمی element empty که است با start tag میتونه کلوز شود. یعنی به این شکل که تو در داخل خود تگ چی کنی؟ او را کلوز کنی. یا میتونی که اگر تگ استارت برای گرفتی او را کلوز کنی. و به همین شکل must HTML element can have attribute. یعنی باید که اینمی element های HTML از خود چی داشته باشه؟ attribute داشته باشه. یعنی وقتی که ما یک ایمیج خواستم در وبسایت خود نشان بدم، پس نوشته کردم تگ ایمیج فاصله src اتریبیوتش مشخص کردم، باز فاصله ولیوش کنم پیکچر بود عادت شبرش مشخص کردم.